خوب گوش کن. اگه میخوای بدونی عصبانیت و خشم چه بلایی سر آدم ها میاره، پس این پست رو تا آخر ببین. طبق تحقیقات دانشمندان وقتی ما عصبانی میشیم و خشمگین میشیم، بدن ما 12 نوع سم تولید میکنه که وارد خون میشه و همون لحظه اگر از اون خون آدم عصبانی بگیرن و به هر موجودی بزنن در دم میمیره و به مدت 7 ساعت کلا سیستم هورمونی بدن ما رو به هم میریزه و سطح ایمنی بدن ما میاد پایین، سیستم ایمنی ضعیف میشه و بدن تو در مقابل انواع ویروس ها و بیماری ها ضعیف میشه و هر ویروسی میتونه رو تو اثر بذاره. فکر کنم تا همینجا کافی باشه که بفهمی داستان عصبانیت چیه. حالا میخوایم چند تا تکنیک و راهکار بدیم که زمانی که عصبانی و خشمگین شدی بتونی کنترلش کنی. اولین تکنیک و راهکار اینه: اگه تو فضایی هستی که داره تنش ایجاد میکنه و تو رو عصبانی میکنه و داری با یک شخصی تند حرف میزنی باعث میشه تا عصبانی بشی، سعی کن اون فضا رو ترک کنی. اگه سر پا هستی بشین. اگه اطرافت و نزدیکت آب هست برو یه آب به صورتت بزن. شروع کن به ذکر گفتن و جملات تأکیدی مثبت گفتن. اینها باعث میشه اون جریان خون تو کندتر بشه، آرومتر بشه و عصبانیت و خشم تو فروکش کنه. همین الان ممکنه بگی بابا آدم عصبانی این چیزا حالیش نیست. باید حالیش بشه، چون وقتی امروز فهمید چه بلایی عصبانیت و خشم سرش میاره، پس باید بفهمه و تکرار و تمرین کنه تا بتونه خشم و عصبانیتش رو کنترل کنه، چون میدونه چه ضربه‌ای بهش میزنه. حالا این پست رو بفرست برای اونی که میدونی بهش نیاز داره و باید همین الان براش بفرستی و با عشق این زیر کامنت کن: خدایا شکرت که در مسیر آگاهی هستم. خیلی دوستتون دارم.